معمولا در مقابل این بی‌حوصلگی‌های بچه‌ها که بعد از تعطیلات، خصوصا بعد از تعطیلات عید پیش میاد، شاید قدرت همدلی نداشته باشیم. اولین کاری که انجام میدیم بچه‌ها رو شروع می‌کنیم به دعوا کردن. این همه تعطیلات عید بوده، باز هم داری نق میزنی، باز هم داری قُر میزنی. یادمون باشه عصبانیت هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. نصیحت هم هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. جملات ما خیلی 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 زیاد به بچه‌ها میتونه بگه که چه کاری رو انجام بدن و چه کاری رو انجام ندن. مثلا یکی از مواردی که داریم میگیم که خب اگر که تو قول بدی که نق نق نکنی، من امروز میبرمت پارک. شاید بدترین کاریه که بتونیم انجام بدیم. یعنی داریم به بچه پیام میدیم تو اول نق نق کن، بعد وقتی که ساکت شدی من با پارک میبرم، در واقع دارم تقویتت میکنم. یادمون باشه در مقابل بی‌حوصلگی بچه‌ها اولین چیزی که ممنوعه تنبیه کردنه. تنبیه کردن شاید یکی از مواردیه که هیچ وقت ما نمیبینیم که رفتار رو از بین ببره. کاهشش میده ولی فقط در حضور شخص تنبیه کننده. اگه من میزنمش به عنوان مادر یا من دعواش میکنم، وقتی که من هستم این کارو نمیکنه ولی تو مدرسه دقیقاً همین کار رو دوباره انجام میده. یکی دیگه از موارد اینه که بچه‌ها رو با الفاظ خیلی بد صدا کنیم. یا اینکه مثلا جلوی فامیل میگیم اصلا کلا نقنقوه، این اصلا کلا عصبیه، ما اصلا نمیتونیم کنترلش کنیم. یعنی باز داریم به مغز بچه فرمان میدیم تو لجبازی، تو نقنقویی، تو عصبی هستی، تو پرخاشگر هستی و الی آخر. یادمون باشه جملاتی که استفاده میکنیم خیلی خیلی مهم هست. جمله میتونه این باشه: خب چون امروز با خواهرت خیلی خوب بازی کردی، امروز پارک میریم. یه کار تقویت مثبتی رو، یه کار مثبتی رو انجام داده، منم دارم تقویت مثبت میکنم. پس بنابراین اگر قراره که ما کاری رو کاهش بدیم، رفتاری رو کاهش بدیم، بهتره که تقویت کننده رو حذف کنیم. چون امروز نتونستی که مشقاتو بنویسی، پس نمیتونیم بریم پارک. یه چیزی داریم، اگر اسلاید بعدی رو نشون بدی، یه اصلی داریم که حالا تو روانشناسی بهش میگن توکن اکانومی، بهش میگن اقتصاد پته‌ای یا اقتصاد ژتونی، ولی به صورت عامیانه ما بهش میگیم اصل مادر بزرگ. اصل مادر بزرگ اصل خیلی قشنگه، یعنی فکر میکنم که خیلی از والدین رو میدونن. مادر بزرگا قدیم میگفتن که اگر که مشقتو بنویسی میتونی تلویزیون نگاه کنی. یکی از بهترین شیوه هاییه که ما میتونیم تقویت رفتارهای مثبت داشته باشیم. ولی چیکار میکنیم؟ هر بچه‌ای رفتارهای خودش رو داره. مثلا باران دوست داره خیلی دوچرخه سواری کنه، دوست داره اسکیت کار کنه، دوست داره پارک بره، دوست داره تلویزیون نگاه کنه، خیلی دوست نداره مشق بنویسه. بنابراین از رفتارهای خودش برای اون رفتاری که دوست نداره استفاده میکنیم. هر رفتاری. مثلا اگر که نیم ساعت مشق نوشتی، میتونیم بریم با همدیگه پارک، میتونیم با همدیگه بریم دوچرخه سواری کنیم. یا اینکه مثلا یه بچه نق میزنه، من دیگه نمیخوام کلاس برم، اصلا کلاس فوتبال دوست ندارم برم. همدلی چیه؟ همدلی این هست که بهش میگیم که میدونم تو خیلی مثل بچه‌های دیگه نمیتونی فوتبالت خوب باشه یا اینکه خیلی خوب نمیتونی شوت بزنی، ولی فکر میکنم که با همدیگه خود تمرین کنیم تا هم بتونی که یکم چه کاری رو انجام بدیم. پس بنابراین من قدرت همدلی رو دارم ایجاد میکنم. حالا از اون طرف ما میبینیم که خیلی از ما سندرومی به وجود میاریم به نام سندروم نازپروردگی. هر آنچه که بچه میخواد رو در اختیارش میذاریم. خیلی والدین دیدین به شما میگن که ما هیچ چیزی نیست که برای این فراهم نکرده باشیم، ما هر چی که خواسته براش فراهم کردیم، ولی نمیدونیم چرا لجبازی میکنه. در واقع بهش میگیم مسمومیت عاطفی. ما مسمومیت غذایی داریم، مسمومیت عاطفی داریم. یعنی بچه احساس میکنه که هر آنچه که دلش میخواد رو بایستی که داشته باشه و اگر که این بچه بره مدرسه، معمولا مدرسه رو نمیتونه تحمل کنه. چون تو مدرسه شما میبینید که بچه‌ها نسبت به همدیگه خیلی خیلی پرخاشگر هستن. ممکنه که بی‌رحم هم هستن نسبت به همدیگه، هول میدن همدیگه رو، یا اینکه آسیب میزنن به همدیگه، یا هر اتفاق دیگه‌ای که میفته اونجا دیگه نمیتونه مدرسه رو تحمل کنه. رو هفته اول خیلی خوب میره مدرسه، از هفته دوم سوم شما میبینید که به شما میچسبه و دلش نمیخواد بره مدرسه، به خاطر اینکه دیگه همه چیز رو نداره. پس بنابراین ما مسمومیت عاطفی. یادمون باشه که یکی از ویژگی هایی که شما میتونید خصوصا تو ایام عید، شما میبینید بچه‌ها مثلا عیدیاشون رو جمع میکنن دیگه، همون موقع نذارین که خرج کنن. در واقع یه برنامه ریزی. یادمون باشه هر رفتاری یهو به وجود نیامده که یهو از بین ببریمش.
طی یک زمانی به وجود اومده که شما حتما بایستی که گام به گام پیش برین. کاری که انجام میدیم مثلا یکی از کارهای اقتصاد ژتونی است که میگیم یه جدول تهیه میکنید و بعد میگین که اگر که مثلا دندوناتو مسواک کردی یه ستاره میگیری، اگر که مثلا لباساتو مرتب کردی یه ستاره، اگر این ستاره ها که جمع شد معمولا ما میتونیم به یک تشویق نهایی برسیم. ولی اون چیزی که هست یادمون باشه که ما فقط به بچه‌ها دستور نمیدیم، کار رو خودمون انجام میدیم، چون بچه‌ها نورون‌های آینه‌ای دارن، بزرگترها هم دارن دیگه، بهش میگیم نورون‌های آینه‌ای مغز. شما بچه کوچیک رو دیدین مثلا بچه 2-3 ماهه و وقتی زبونتون در میاره اونم زبونش رو در میاره، هر کاری که من میکنم بچه تا آخر میتونه انجام بده. هوش اخلاقی از حدود 3 سالگی تا 15 سالگی کاملا قابل آموزشه. پس سعی میکنیم که هوش اخلاقی بچه‌ها رو رشد بدیم و بر اساس اون که اصلا به عنوان یکی از درس‌های مدرسه فکر می‌کنم به صورت بازی نقش میتونه ایجاد بشه. خیلی متشکرم از اینکه توجه کردید. ممنون.